سلام، سینا روبنا هستم. خوش اومدیم به یه گیم پلی دیگه از بازی زامبی وار. آقا این بازی فوق العاده زیباست. فول راش فقط زامبی میاد میریزه رو سرتون، باید همشون رو بکشین. آقا این بازی 3 مود داره. یکی یه مود که مرحله به مرحله میدید جلو، زامبیا میاد سراغت، با دوستات میتونی بازی کنی این بازی رو، میاد سراغت و میکشی. یه مرحله دیگه از مرحله فلاگ مود، یعنی همون پرچم. فکر کنم اکثری بازی ها دارن، میری پرچم تیم حریف رو میاری پایین و پرچم خودت رو میبری بالا و برنده میشی. یه زامبی هم یه مود هم هست نوشته زامبی ست. این بازی تنهایی تو وسط یه بیابون، یه جای خالی، و زامبی ها از اطرافت میریزن تو سرت. مپ های دیگه ای هم داره که مشاهده میکنید. مپ های خوبی هستن. حالا با مپ هاش کاری نداریم. خب بریم سراغ مود اول. Let's go. خب اینجا زامبیا خودشون میان، 4 نفر دوستیم. زامبیا میان سراغمون. خب رفته رفته بیشتر و بیشتر میشه. من این دکمه‌هاشو خودم چیدم. اون گزینه تیر زدم بالا نبود، خودم بردم بالا. از تنظیمات میتونین از تنظیماتی که دلتون خواست رو بذارین. کیفیت و گرافیک این بازی از لباس ها و اینا معلومه که بد نیست، خوبه. با حجمی که داره، حجم بسیار پایینی داره. بازی آفلاین هست بچه‌ها، میتونید به راحتی با بدون بحث و پینگ و اینا زامبیا رو بکشید. نمیبینه این چیه؟ زامبیا نمیمیرن. این یکی خیلی گوی، این زردا خیلی گوی. یا ابوالفضل، این چاقالو رو ستاره چی ببینیم ستاره چی میگه. یا ابوالفضل، آقا فرار کن یا امام حسین، فرار. کس مادر فرار نکرد. کس مادر یا ابوالفضل، آقا فرار کن. کس مادر فرار نکرد. کس مادر سینا رو گنه باخت نمیده. برو جلو. اون بدبختی که دارن اونجا میکشنش. از دور بزنی دونشون کم میره. بزن. Hello, motherfucker. اه، این از کجا اومد؟ خب دیگه بچه ما همینجوری مرحله اون ستاره دیگه هم میری زامبیا خودشون استارت میشن و میرن. خب بریم مود بعدی. خب فلگ مود، همون که پرچم، میریم تو مود پرچم. خب اینجا مود پرچمه. خب پرچم که ما آبی هستیم، پرچم قرمز رو باید بیاریم پایین.
انمی آقا جان، انمی نداریم. چه خر تو خریه. این انمی لوتن میشه کرد. میشد آجی. این بازی خیلی جالب نیست. زامبی از این بهتر بود. برم پرتمو بکشم بایی. خود تا دیگه مونده. اوه نیدم کردم. مردم. شد. ریسپان شدم. این گیم خیلی باله. لطفا بریم بازی کنین. یه بازی هم کردیم. بیاین با هم بازی کنیم. دانلود که کردیم. خب پیروز این میدان. ببینم چند تا کیل زدم. اسمم نمیدونم چیه. دوم شدم فکر کنم. سبز منم. آره. خب اینجوری. خب بریم زامبی مود. چیز زامبی 100. برم زامبی 100 شه که از هر طرف زامبی میاد. با یه تیرم میمیرن. میز دیگه. یا ابوالفضل یا علی فرار کن. این از چی هم؟ از چی میگه؟ پوله. چون نداریم مثلا. یا ابوالفضل سنگ پرت میکنن چرا؟ یا علی. آقا یا ابوالفضل تجاوز. خب بچه‌ها این بود از گیم پلی امروز. بازی زامبی که خیلی واقعا خیلی
خوبه بازیش، میتونی با دوستاتون بازی کنین. اگه از ویدیو خوشتون اومد و برای روحیه دادن به من چنلمو سابسکرایب کنید، حتما لایک کنید، نظر بدین که گیم بعدی چی باشه. واقعا من نمیدونم چه گیمایی بذارم. اگه کمکم کنید ممنون میشم. تا گیم پلی دیگه، خدا نگهدار.